دوستان گرامی سلام. اگر شما وقت کردید و دارید این دوره آموزشی ویدیویی را تماشا می کنید، این بدان معنی است که واقعا شما قصد دارید زبان روسی را فرا بگیرید. من ارکادی لئونیدویچ ملنیک در این زمینه به شما با کمال میل کمک خواهم کرد، زیرا تمامی زندگی خود را در ارتباط با کسانی بودم که به فارسی صحبت می کنند و تمایل دارند زبان روسی را یاد بگیرند. من به جرات به شما اطمینان می دهم که پس از گذراندن چندین درس شما به هدفتان دست خواهید یافت. شما نه تنها چگونگی نوشتن کلمات روسی را خواهید دید، بلکه طرز تلفظ آواهای روسی را خواهید شنید. بعضی از آواهای زبان روسی در زبان فارسی به طور کلی وجود ندارد. به عنوان مثال او، ц، ش. هرچند که شاعر میگوید شنیدن کی بود مانند دیدن، اما در یادگیری زبان شنیدن زبان گوینده به اندازه دیدن آن مفید می باشد. این دوره آموزشی ویدیویی را همیشه می توان با خود همراه داشت و به عنوان معلم خصوصی و یا خودآموز جیبی از آن بهره گرفت. می توان هر زمانی که قطعی از فیلم را برای شما نامفهوم است دوباره تماشا کنید تا بهتر آن را متوجه شوید. دوستان گرامی، علاوه بر این تمامی ویژگی های گرامر روسی به فارسی ترجمه می شود و شما خواهید توانست به مراتب زمان مورد نیاز برای فراگیری زبان روسی را کاهش دهید. بدین علت است که من میگویم این فیلم آموزشی مزیت‌های انکارناپذیری را در مقایسه با دیگر کتاب‌های آموزشی زبان روسی مخصوص خارجیان دارا است. علل خصوص این که برای اولین بار است که برای فارسی زبانان چنین برنامه تهیه گردیده است. اما هدف اصلی این دوره آموزشی ویدیویی عبارت است از آموزش صحیح مکالمه و معاشرت به زبان روسی بدون کمک دیگران. شما قادر خواهید بود به طور سریع کلمات روسی را به خاطر بسپارید، حتی در شرایطی که قبلا هیچ واژه‌ای از زبان روسی را نمی‌دانستید. بعد از آشنایی کلی با دستور زبان روسی شما قادر خواهید بود که خیلی سریع کلمات و عبارت روسی مورد نیاز برای همه حوزه‌های زندگی انسان از جمله مسافرت، آشنایی، مکاتبه، تجارت و داد و ستاد مشترک را به خاطر بسپارید. شما خیلی راحت خواهید توانست در فروشگاه یا هتل یا خیابان‌های شهرهای روسیه با مردم در ارتباط باشید، زیرا شما همیشه کلمات مورد نیاز را خواهید یافت. اگر ناگهان چیزی را فراموش کردید، دوره آموزشی ویدیویی همیشه در کنار شما است. با آرزوی موفقیت برای شما. خدا نگهدار.